أبو محمد المدني. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برادران و خواهران عزیز، الله رب العزة والجلال را حمد و ستایش میکنیم که ما را توفیق داد که به برادران و خواهران خود صحبت داشته باشیم از سیره رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. پس امروز اولین درس است و میخواهم که در این درس ها در معرفت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، در موضوع معرفت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم صحبت بکنم، چرا که این از ضرورترین مسائل دینی است. شناخت رسول اکرم از بزرگترین و مهمترین مسائل دینی است و شناخت رسول اکرم این اصول دین است. اصول دین اهل سنت و الجماعت سه تاست: شناخت الله با دلیلش، شناخت اسماء صفاتش، شناخت الوهیت و ربوبیتش، و بعد از شناخت الله شناخت رسول الله صلی الله علیه و سلم که اصول دین است، و شناخت دین اسلام با دلیل هایش. وقتی که این مسائل اصول دین شد، به هر یک مرد مسلمان و به هر یک زن مسلمانی که به بلاغت رسیده است واجب هست و ضرور هست که باید این مسائل را تعلیم بگیرد، بفهمد و بداند. وقتی که اصول دین خود را بیخبر از این دنیا رفت، به سبب این عذاب خواهد کشید، رنج خواهد دید، چرا که واجبات را ترک کرده است. اولین سوالی که در قبر می شود از همین چیز هست. اولا من ربک، من نبیک و ما دینک. اللهت کیست؟ پروردگارت کیست؟ و در دنیا کی را عبادت می کردی؟ به کی توکل می کردی؟ به کی نظر می کردی؟ و پیامبری صلی الله علیه و سلم، پیامبری تو کیست؟ به تو کی اطاعت می کردی؟ به گفته های تو کی عمل می کردی؟ به نشان دادی کی تو زندگی می کردی؟ چنانه که در این مسائل حدیث صحیح رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وارد شده است. پس شناخت رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از این گفته ها معلوم شد که یکی از ضرورت های دینی است. مثل آب و هوا به من و شما مسلمان ها ضرور است. خصوصا این زمان فتنه، زمانی که مسلمان دینش را در کفش نگه می دارد، زمانی که مسلمان از اکثر سنت های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بیخبر است، زمانی که انسان های زیادی خود را مسلمان می گویند، اعلان و ادعای اسلام دارند، اما از پیشوای خود رسول خود محمد صلی الله علیه و سلم بیخبرند. پس این واجب است که باید دانید. به همین خاطر ما گفتیم و یک نیتی کردیم که مختصر باشد، هم مختصرا بعضی از جاهای مهمی که در زندگی پیامبر صلی الله علیه و سلم واقع گذشته است اون را به شما بیان بکنیم. لااقل شما این گفته ها را گوش بکنید، بشنوید و با این شنیدن عمل بکنید و یاد رسول الله صلی الله علیه و سلم را بکنید و حقیقت واقعیت زندگی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را، واقعیت عملی پیامبر صلی الله علیه و سلم، گفته های پیامبر صلی الله علیه و سلم را بفهمید و به کدام خاطر پیامبر شدنشان و برای چه دعوت کردنشان را باید هر یک مرد و زنی مسلمان باید داند. پس پیش از این که ما به درس خود شروع بکنیم، اولا یک دو تنبیه در تفسیر بعضی از آیات ها که در شأن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وارد شده است و نازل شده است، اما بعضی از انسان ها یا که جماعت ها غلط میفهمند، در این موضوع صحبت خواهیم کرد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
یا ایها النبی حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین. صدق الله العظیم. این آیت در سوره انفال آمده است و این آیت 64 می باشد. الله رب العزت و الجلال در اینجا یا ایها النبی ندا می کند. ای نبی، یعنی نبی کیست؟ نبی محمد صلی الله علیه و سلم هستند. نبی پیامبر ما هم نبی هستند هم رسول هستند. باید دانید که هر یک رسول نبی شده میتواند، اما هر نبی رسول شده نمیتواند. این موضوع را ان شاء الله در جا و مکان خودش به شما ان شاء الله در درس‌های آینده شرح و تفسیر خواهیم کرد. الله میگه ای محمد صلی الله علیه و سلم حسبک الله. حسبک الله، علمای مفسرین میگن الله یکفیک، یعنی الله کافی تو است. الله به تو حسب است، به تو کافی است. و اون کسانی که پیروی تو هستند، به تو تابع هستند، به اونها هم الله کافی است. این تفسیر درست، این یا که معنی دادی درست است. اما بعضی از معنی دهندگان، بعضی از مفسرین یا که بعضی از انسان‌هایی که غلط میفهمند میگن الله به تو کافی است و اینچنین مؤمنانی که پیرو از تو هستند به تو کفایتی میکنند، یعنی مؤمنان و الله تو را کفایتی میکنند. این غلط است، این فهمی غلط است. باید ما به این آگاه باشیم که هیچ وقت مؤمن‌هایی که پیرو پیامبر است به پیامبر کفایتی ندارند. کافی، شافی، آنی که کفالت ما در دست اون ذات یگانه الله است. برای همین میگه که ای محمد آرام باش، من به تو و آن کسانی که پیروی تو شدند کافی هستم. من اونها را بررسی میکنم، من اونها را دفاع میکنم، من پشتیبان اونها هستم. ان الله یدافع عن الذين آمنوا ان الله يحب المحسنین و این چنین آیات های دیگر. پس الله یگانه خودش تنها کفایت کننده مؤمنان و پیامبر صلی الله علیه و سلم است. دیگر هیچ چیزی زیاد آمده است به اونها شرط نیست. لیکن ما باید دانیم که چیزی که ما از زبان علما نقل کردیم این صحیح است. خیلی که ابن القیم جوزی و ابن تیمیه رحمت الله علیه و محمد ابن عبدالبر علمای محققین و از مذهب ابو حنیفه ملا علی قاری یا که امام زیلعی رحمت الله علیه این چیز را ذکر کردند. ابن القیم جوزی در کتاب زاد المعاد در مسئله اولین همین را ذکر کردند. به خاطر همین ما هم به شما این مسئله را تنبیه میدیم. یا که در دیگر آیت دیگر آمده است که الله میگه و این یریدوا ان یخدعوک فان حسبک الله هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین. الله یگانه حسبی تو هست، الله یگانه کافی و شافی تو است. در دیگر آیت آمده است میگه الله یگانه تو را کافی هست و تو را کفایت میکند و به تو نصرت میدهد. الله و مؤمنان. ببینید که در این آیت الله کفایت را به خودش تنها به خودش نسبت میدهد، کفالت را تنها به خودش نسبت میدهد و نصرت را و قوت بخشی را به خودش و به مؤمنان. چرا که مؤمنان پیامبر صلی الله علیه و آله را نصرت میدادند. اهل هجرت، مهاجرین و انصار پیامبر صلی الله علیه و آله چقدر کمک دادند. و همیشه پیامبر صلی الله علیه و سلم حسبنا الله میگفتند. خیلی که در سوره آل عمران آیت 173 آمده است که الله بیان میکرد الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل. الذين قال لهم الناس، آنانی که بر آنها مردم گفتند. اینجا عام یرید به الخاص است. آیتی که عام هست ناس یعنی تمام مردم، بسیار مردم، لیکن یرید بالخاص یک مرد به نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم و صحابگان اومده میگن که ان الناس قد جمعوا لكم. ای پیامبر، ای صحابگان آگاه باشید که ان الناس یعنی مشرکان قریشی ها و تمام مشرکان عرب به ضد شما دست جمع شدند. خیلی که امروز کافران همه دست جمعانه مسلمانان را به قتل میرسانند. اون وقت هم اونها به هم دیگر تحالف میکنند، اتحاد میشوند، دست یک دیگر را میگیرند و میخواهند که پیامبر صلی الله علیه و سلم را نهایتا تماما با دوستانش به قتل رسانند. لکم فخشوهم فزادهم ایمانا. میخواستند که بترسند، اما پیامبر صلی الله علیه و سلم هیچ نترسیدند، صحابگان نترسیدند، بس گفتند بلکه این خبر ایمان پیامبر و رسول الله و
پیروانش محمد صلی الله علیه و سلم، اصحاب محمد صلی الله علیه و سلم را زیاد کرد و می گفتند حسبنا الله، حسبنا الله. ببینید هیچ کسی غیر از الله نه، یگانه الله کفایت کافی ما هست، غیر از الله هیچ کسی نیست. اگر می بود در اونجا بیان میکردن و نعم الوکیل. و این سخن را وقتی که ابراهیم علیه السلام را به منجنیق نمرود وقتی که به آتش انداخته بود، اولین کسی که این سخن را گفت ابراهیم بود، حسبنا الله و نعم الوکیل. و دومین کسی محمد صلی الله علیه و سلم است که حسبنا الله و نعم الوکیل میگه. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولى و نعم النصير. اگر در اونجا کافی ما غیر از الله کسی دیگر می بود بیان میکردند، حسبنا الله و رسوله میگفتند، یعنی کافی ما الله هست و کافی ما رسول الله هست میگفتند صحابگان. اما صحابگان این سخن را نگفتند، گفتند حسبنا الله، کافی ما و کافی رسول الله فقط الله هست، ما الله داریم و خلاص. برای همین غیر از الله کسی کفایت کننده مؤمنان و کسی کفایت کننده پیامبر صلی الله علیه و سلم شده نمیتواند. بعد از این ما باید دانیم که وقتی که الله کفایت کننده ما مؤمنان و کفایت کننده رسول الله صلی الله علیه و سلم است و رسول الله صلی الله علیه و سلم را فرستاد تا که به رسول الله اطاعت بکنیم و آن چیزی که گفته است بگیریم و از آن چیزی که باز داشته است باز بایستیم تا که نجات یابیم. خیلی که الله در قرآن میگوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. سوره حشر آیه 59. یعنی هر آن چیزی که رسول الله صلی الله علیه و سلم به شما خبر داد، به شما از عملهای اقرار کرد، عمل کرد، سخنهایش را، فعلش را، گفتارش را، اقرارش را، خلقش را بگیرید، متابعت بکنید، پیرو باشید. و ما نهاکم عنه فانتهوا، و از آن چیزهایی که شما را باز استاد، شما را من کرد باز استید. حتی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح بیان میکنند که ما امرتكم به فأتوا منه ما استطعتم و ما نهیتكم عنه فاجتنبوه. پیامبر در حدیث بیان میکنند که ای مؤمنان، هر آن چیزی که من شما را به اون چیز امر کردم به قدر استطاعت و توانایی خود این چیز را انجام بدید، مجبوری نیست، به قدر توانایی خود. وقتی که نماز را راست ایستاده خوانده نمیتوانی، راست ایستاده خوانده نمیتوانی، تو میتوانی بشینی و بخوانی، مجبوری نیست که راست بیستی، چرا که نمیتوانی، تو معذور هستی. وقتی که شیشتم نمیتوانی، میتوانی که تکیه کرده بخونی. ببینید رحمت رسول الله چگونه است، رحمت الله چگونه است. دین آسانی است، دین رحمت است، اما اکثر از مردم بیخبرند از این رحمت الله، بیخبرند. و میگوید رسول الله و هر آن چیزی که من از اون چیز شما را باز داشتم فجتنبوه، باز استید. به قدر استطاعت نگفت، 100% باید باز استید، چرا که همه میتواند که از باز کرده الله و باز کرده رسول الله باز بیستد. پس از اینجا میبارد که ما همان وقت مؤمن واقعی میشویم، مؤمن خالص میشویم، مؤمن بهشتی میشویم که از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پیروی بکنیم، گفته اش را بجا بیاوریم و از من کرده هایش باز بیستیم. پس این مؤمن واقعیت همان وقت بجا میشد که متابعت به رسول الله داشته باشیم. ببینید چقدر ضرور است که ما باید رسول الله را دانیم. وقتی که رسول الله را نمیشناسیم، از تاریخ پیامبر بیخبریم، از کی بودن پیامبر صلی الله علیه و سلم بیخبریم، ما چگونه به پیامبر پیروی میکنیم؟ وقتی که زندگی و سیرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را حقیقت و صحیح و درستش را نمیدونیم، چگونه از پیامبر صلی الله علیه و سلم پیرو میشویم؟ از اینجا ضرورت دانستن سیرت، دانستن تاریخ رسول الله صلی الله علیه و سلم برمی آید. وقتی که دین به پیروی رسول الله کامل می شود، وقتی که ما به پیروی رسول الله به جنت می رویم، این چنین به ما پس لازم است که ما باید تاریخ رسول الله، سیره رسول الله صلی الله علیه و سلم را با راه درست و صحیح باید فهمیم. چرا که تاریخ رسول الله صلی الله علیه و سلم را چقدر انسان ها، چقدر فرقه ها، چقدر مذاهب مفترق به خواست و درخواست خود نوشتند، ما این تاریخ پیامبر صلی الله علیه و سلم را، سیرهشون را
از نظر اهل سنت و الجماعت، از نظر علمای محدثین بگیریم و بفهمیم و پیرو باشیم. پس ببینید که نجات من شما در این دنیا، خوشبختی من شما در این دنیا و آخرت متعلق به پیروی پیامبر صلی الله علیه و سلم است و الله بدبختی این دنیا و آخرت را در مخالفت پیامبر صلی الله علیه و سلم گذاشته است. هر کسی که پیامبر را پیرو شد در این دنیا و آخرت خوشنود و سربلند خواهد شد. هر وقتی که کسی از این پیامبر صلی الله علیه و سلم روی تافت، به هر دری که سرزد شرمنده و شرمسار خواهد بود. و الله رب العزت و الجلال هر اون کسی که پیروی پیامبر است هدایت شده و مرد امن آمین و زن آمینه اعلان کرده است و خوشبختی عزت را و کفایت و نصرت را و دوستی و قوت بخشی را و پاکی زندگی در این دنیا و آخرت را به اون انسان ها وعده کرده است و خاری و پستی و زلالت و ترس و گمراهی و شرمندگی و بدبختی را در اون دنیا و آخرت از اونها دور کرده است. چرا که اونها پیروی کی هستند؟ پیروی پیامبر صلی الله علیه و سلم هستند. دوستداری کی هستند؟ دوستداری محمد صلی الله علیه و سلم هستند که بهترین انسان ها در این دنیا از اول روی دنیا تا آخرش کی بود؟ محمد صلی الله علیه و سلم بود. پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیثی که امام احمد در مسندشان ذکر میکنند و بخاری رحمت الله علیه در صحیحشان ذکر میکنند که حدیث در باب حب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ذکر شده است و مسلم روایت میکنه، حدیث متفق علیه است که میگویند لا یؤمن احدکم حتی یکون هو احب الیه من ولده و والده و الناس اجمعین. ایمان شما کامل نخواهد شد تا مگرم تا همان وقتی که شما رسول الله را از خودتان، از زن و فرزندانتان، از پدر و مادرتان و از همه چیزهایی که در این روی دنیا است شما پیامبر را زیادتر دوست ندارید. یعنی زیادتر پیامبر صلی الله علیه و سلم را از همه این چیزها باید زیادتر دوست بدارید. بعد از اون مؤمن واقعی میشوید. پیامبر صلی الله علیه و سلم را چگونه دوست می‌دارید؟ وقتی که تاریخ پیامبر را نمی‌دانید، وقتی که مسائل عادی ترین را از قصه زندگی پیامبر خود نمی‌دانید، وقتی که از رسول خود دفاع نمی‌کنید، وقتی که به سنت رسول خود صلی الله علیه و سلم پایبند نیستید، وقتی که از سنت عادی ترین رسول خود محمد صلی الله علیه و سلم دور هستید، چگونه پیامبر را دوست داشتید و چگونه دعوا می‌کنید که پیامبر را دوست دارم؟ الله رب العزت و الجلال در قرآن میگوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يغفر لكم ذنوبكم. ببینید میگه ای مردم اگر دعوا بکنید که الله را دوست بدارید به من پیرو بشوید. پیامبر میگن به من پیرو بشوید. پیرو شدن رسول الله دلالت به محبت الله میکند. الله سه چیز را به سه چیز قبول نمی کند. دعوایی که عشق الله را به عشق رسول الله، باید هم رسول الله هم الله را باید دوست دارید. نماز را به زکات قبول نخواهد کرد. پس شما به این چیزها دست بزنید و به الله شکرگزار باشید و به پدر و مادران خود شکرگزار باشید، چرا که شکر الله به شکر پدر و مادر قبول نمیشه. چخیلی که الله ان شکر لی ولی والدیک را بیان کرده است. پس موضوعی به موضوعمون باز میگردیم که شناخت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به من و شما واجب است. واجب است. به کمپیر هم، به پیر هم، به پیرانسال هم واجب است. هیچ کسی عذر ندارد. شناخت رسول الله صلی الله علیه و سلم شرط نیست که شما بگیرید بخونید. شما می توانید که از گفته های طالب علمان، از گفته های علما بشینید، گوش بکنید، در گرد علما حلقه بزنید، از اونها استفاده ببرید. شما می توانید که از علما و طالب علم سوال بکنید در حق رسول خودتان. امروز سوال چقدر بندگان الله در حق رسول خود سوال می دهند، نسبت سنت رسولشان، نسبت لباس رسولشان، نسبت چهره رسولشان، نسبت عبادت رسولشان. آیا شما از جمله این خیل انسان ها هستید؟ وقتی که شما سوال از سنت رسول الله کردید، بعد از اینکه جوابش را گرفتید تعلیم خواهید گرفت. رسول الله را آهسته آهسته خواهید شناخت. پس اگر قدرت توانایی خواندن کتاب داشته باشید بخوانید،
و اگر قدرت و قوت و وقتی خواندن نداشته باشید بشنوید، چرا که نجات شما در شناخت رسول الله صلی الله علیه و سلم است. الله رب العزة والجلال در قرآن عظیم و شأن میگوید وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. سوره احزاب آیت 36. برای مؤمن جایز نیست، برای مؤمن زن، برای مؤمن مرد جایز نیست که هر وقتا که الله و رسول الله یک امری را قضاوت کردند، گفتند که بکنید یا که گفتند که نکنید، جایز نیست که در این مسئله اختیار بگیرد، متحیر باشد، باید که فوراً عمل بکند، انجام بدهد. الله در این آیت تخیر را، اختیار را از دست من و شما برداشت. ما اختیار نداریم که آیا اطاعت کنیم یا نکنیم. نه، ما باید 100% به تمام گفته های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پیرو باشیم، چرا که الله میفرماید برای مؤمن جایز نیست که سخن دیگر کس را بعد از امر پیامبر بگیرد. وقتی که پیامبر یک چیز را امر کردند، به امر دیگر انسانی برود. وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم یک چیز را فرمودند، به فرمان دیگری برود. اون انسانی که غیر پیامبر است، خواه عالم است، خواه طالب است، خواه اولیاء است، کسی نباشد، وقتی که سخنی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمد، سخنی کسی قبول نخواهد شد. تنها یگانه سخن الله و رسول الله، آنی که واجب الاتباع است، آنی که اتباع و پیرو شدنش واجب است. غیر از پیامبر صلی الله علیه و سلم پیرو شدن و واجب شدن به کسی واجب نیست، و غیر از سخن پیامبر به سخن کسی پیرو شدن واجب نیست. و باید 100% ما پیروی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم باشیم و عصیانکار و رو تافته از پیامبر صلی الله علیه و سلم، برافته از الله و رسول الله نباشیم، برای آنکه نجات من و شما در پیروی رسول الله و در پیروی الله هست و خذلان و ذلت ما در روی تافتن از اونهاست. پس هر کسی که سخنی کرد، هر کسی که تعویل کرد، هر کسی که تعریف کرد، تحریف کرد که مخالفی گفته پیامبر و سنت پیامبر بود، اون قبول نیست. و هر کسی که سخن کرد و موافق قرآن و سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم بود، عمل کرد موافق قرآن و سنت بود، اون جایز است و اون قبول است و اون نوری دیده و تاج سر است. با همین درس اول خود را به پایان میرسانیم. ان شاء الله در درس آینده باز به شما صحبت خواهیم کرد. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.